با درودی دیگر در ادامه برنامه. در ادامه این حکایت و داستان واقعی زندگی فاطمه، او در یکی از مهمانی‌ها به همراه دوستان دیگرش با توجه به حضور نیروی انتظامی به سوی دادگاه و زندان روانه میشه. در واقع گام دیگر داستان شروع میشه، گامی که سرفصل ورود فاطمه در مسیر زندان اوین هست. زندان اوین رو بسیاری میشناسید، لااقل در تعاریف خاص سیاسی، مکانی برای نگهداری افرادی که در دامنه مخالفت با مسائل حکومتی قرار گرفتن. همین. در صورتی که این زندان حضور دارن افرادی که شاید در یک اکثریت به جرم گناه نکرده و مضامین غلط اجتماعی و توسعه فرهنگ اسلامی در انشاء احکام در اون زندان به سر میبرن و این یعنی عدم توجه قشری، عدم توجهی که از سوی حتی مضامین حقوق بشری متوجه این قشر نمیشه. فاطمه در همین آغاز جوانی در مسیر کارت و عکس قرار میگیره. کارت و عکسی که در واقع بیانگر شماره بزهکاری در زندان یا در ایران هست. هر فردی که وارد زندان میشه در ابتدا عکس‌هایی از او میگیرن و شماره‌ای که شماره شناسایی او باشه در واقع ذکر میشه. تصویری که مشاهده میکنید در واقع بخشی از شماره گذاری افرادی است که در سیستم حکومتی رونق داره. خب وارد عرصه زندان میشه. زندان یادتون باشه دارای اقشار مختلفی است که با توجه به بزه عمومی و غیره در اون حضور دارن. افرادی که در واقع تجربه زندان رو دارن میدانن من از چه مسائلی صحبت میکنم. ولی یک چیزی در تمام زندان‌ها حاکم هست و اون اینه که باز هم قدرت در دست بزهکارانی است که میخواهند از قدرت و از بسیاری از مضامین خودشون بهره ببرن. باندهای مافیای قدرت، باندهای در واقع فروش مواد مخدر و حتی باندهای همجنسگرایی یکی از مسائلی است که به طور معمول در زندان وجود داره. اگرچه در گذشته اسامی بسیار متفاوتی رو شنیده بودید، نشانه از زنانی بود که در زندان در واقع در شکل بزهکاری بودن، ولی باز هم در زندان ایران وجود دارن. خیلی ها که من عذر میخوام اینا رو میگم، در این حکایت شخصی به نام بتول که صفت نشونیش رو به نام بتول گنده میگفتن، در واقع این اسامی رو به افرادی میدن که در زندان دارای یک شاخصه ها یا صفت هایی هستن که قابل توصیف و قابل اشارت هست. در حتی بند مردان یا زندان مردان هم همچین چیزهایی وجود داره با توجه به حضور بزهکاران و آوردن صفت خودشون همراه با در واقع تاریخ زندانی خودشون. خب این مسیر زندان یعنی آموزشی از ارتباط بزهکاران اجتماعی در فضای فردی که به جهت شاید مسائل اجتماعی و گذران اقتصاد خرد اومده بود در این مسیر قرار گرفته بود. فاطمه هر آنچه را که لااقل در ظرفیت یادگیریش هم نبود در اونجا آموخت. آشنایی با کسانی که شاید سوابق بسیار طولانی در امر بزهکاری داشتن و مسلماً اونها می توانستن معلمی نخوب برای آینده فاطمه باشن. به همین جهت هست اگه نگاه بکنید یکی از مسائل اشتباه حکومت ارتباطی است که در تنگناه زندان‌ها برای جرم‌های مختلف ایجاد میکنه. در مورد آقایون هم همینطور هست. اگه دقت بکنید حتی در زمان حضور من در زندان برای تنبیه اینا می اومدن افراد مخالف حکومت و افرادی که در پیکره مخالفت حکومت بودن رو به زندان قصر یا بند یک زندان قصر انتقال میدادن که اونجا در واقع مورد آزار و اذیت بزهکاران قرار بگیرن و یکی از مسائلی بود که در واقع باعث نگرانی بسیار فزاینده برای زندانی‌های سیاسی و زندانی‌هایی میشد که لااقل در مخالفت با پیکره حکومت بودن. خب این مسئله در زندان هست. مسلماً شاید آموزه‌ای باشد برای تجارب، ولی نمیتونه زیبایی ها رو با خودش همراه کنه. تاریخ مصرف زندان تاریخی است که شاید زشتی ها رو میتونه متوجه بخشی از شخصیت های واقعی بکنه. اما در این زندان هر آنچه که فاطمه شاید لزوم بر یادگیری اون نداشت رو آموخت، دید، مسائل ارتباطی، همجنسگری و بسیاری از مضامین و با یک نکته آشنا شد، با واژه مرگ، یکی از تأثیرات بسیار عمیق زندان. من چون خودم تجربه اون رو داشتم، یعنی حس مشترک داشتم، تونستم با توجه به زینت قلم
و بهره برداری از احساس خودم مسائلی رو که شاید دیدگاه همگامی با یک اعدامیست رو بتونم تصویر بکنم، بتونم ارائه بکنم. در زندان فاطمه شاهد مرگ زنی است به نام مریم و گناه مریم چی بود؟ به عنوان اشاراتی خدمتتون عرض میکنم. مریم بعد از فوت شوهرش برای حضانت و سرپرستی دخترش میره دادگاه. این داستان واقعی است، در کرج اتفاق افتاده. قاضی دادگاه حکومتی از این زن خوشش میاد، برای تصاحب اونو مجبور میکنه که در صیغه اون باشه و مریم به خاطر اینکه لااقل دختر خودش رو تحت حمایت خودش قرار بده تن به این کار میده و بعد از مدتی میبینه دخترش فراری شده و بعد از ماه‌ها اولین تماسی که دخترش با او میگیره از خارج از کشور میگه مادر، علت فرار من مسئله است که این فرد، این ملای حکومتی برای من ایجاد کرده. و این یکی از مضامینی بودی که لااقل فاطمه داستان ما در اون زندان شاهد اون هست که این مریم برای دفاع از ارزش‌های اخلاقی خودش و دخترش اون ملای حکومتی، اون قاضی نابخرد حکومتی رو در کام مرگ قرار میده و اجرای حکم اعدام برای او ضروری میشه. پس این مسئله که در نظر بگیریم، او شناخت بخشی از مسائل اجتماعی که دامنگیر جامعه ایران هست و مسلماً پرشمار در حال افزایش هست و نمیتونیم اون رو کتمان بکنیم. یکی از واقعیت‌های تلخی، این رو خدمتتون عرض کردم، گفتم چون احساس مشترک داشتم، یکی از جایگاهی که در زندان بسیار سخت است دیدن افرادی که در مسیر اعدام هستند، کسانی که شاید روز شمار مرگ رو ورق میزنن، به اصطلاح میگوین زیر تیغ، کسانی که در جایگاه اعدام قرار دارن نمیدونن کدامین روز رو نخواهند دید، روشنی کدامین صبح رو نخواهند دید، فضای بسیار سختی دارن. من حتی سفید شدن موهای کسی رو که شب بهش اعدام شد فردا صبح اعدام میشی رو دیدم. گام‌هایشون گام‌های استواری نیست، پر از تزلزله، توان ندارن. مردگانی هستن که مسیر چوبه اعدام رو طی میکنن. بسیار صحنه دلخراشی است و لااقل در این فضاسازی داستان بخشی از این احساس مشترک رو که خود دیده بودم در زندان و تجربه اون رو داشتم مشترک کردم و تونستم تا اندازی بخشی از حکایات تلخ زندان رو در سردفتر حقایق تاریخی به ثبت برسونم. خب این هم یکی از مسائلی بود که مسلماً در محدوده تجارب فاطمه داستان ما قرار گرفت. اما باز هم در این پروسه حضور فاطمه در زندان اوین بخشی از نظرات یا زیرمجموعی از زشتی‌های حکومت هم تصویر شده. دقت بین بکنید. ببینید در دادگاه‌ها یا در ویژگی مسائل قضایی ما یک واژه حقوقی داریم به نام تحت نظر. یعنی یه متهمی که تو زندان هست میتونه با توجه به درخواست قاضی، با توجه به حضور یک نیروی مأمور نیروی انتظامی، این شخص برای 48 ساعت 72 ساعت با توجه به تصمیم قاضی خارج از زندان به سر ببره. یعنی یه حکمی رو قاضی میده به کلانتری یا به نیروی انتظامی و یک مأمور میره در زندان، این شخص رو، زندانی رو، از زندان خارج میکنه و مسلما برای ساعتی، برای روزی میتونه کارهای خودش انجام بده. بنا به گزارش در زمانی که بهزاد رضایی، صفت نشونیاش هم میگم که مطمئن باشین دارن تحقیق میکنن، بهزاد رضایی مدیر عامل زندان اوین بود، گزارشاتی اعلام شد که بخشی از قضات دادگاه ها، قضاتی که می نویسند به نام خداوند و حکم صادر میکنند، اینها بعضی از زنان و دخترانی رو که در محاکمه قضایی قرار گرفته بودند تحت یک سیستم باند و گروه از داخل زندان تحت نام قرار بازداشت یا تحت نظر خارج میکردن و در ویلاهای خودشون 48 ساعت 2 روز از اونها بهره برداری میکردن، به این امید که در آینده و در سرفصل شاید بخشش از سوی حکومت که هر ساله در 22 بهمن صورت بگیره، اینها در جایگاه تخفیف ویژه مجازات قرار بگیرن. این مسئله در اون زمان رو شد، منتها حکومت نگذاشت که زیاد انتشار خبری پیدا بکنه. بلافاصله بهزاد رضایی رو از جایگاه مدیریت زندان کنار زد و خیلی از مسائل دیگر که نگذاشتند تا اندازی متوجه شریان‌های خبری بشه. پس این زشتی ها رو هم در زندان دید و مسائلی که فاطمه خود در ارتباط با یکی از این قضات قرار گرفت. خب آزادی فاطمه از زندان اوین گام بعدی است،
گامی است که مسلماً شروع دیگر برای او داره. نکته جالب، یکی از مسیرهایی که من سعی کردم با واقعیت‌ها در توسعه نگارش خودم از اون بهره برداری بکنم، بحث رفتن فاطمه به دبی. در داخل ایران مراکزی وجود داره که تحت پوشش مسئولین حکومتی هستند. بعضی از آژانس‌های مسافرتی که مجوز پایداری اونها در اختیار مقامات نیروی انتظامی یا مسئولین قضایی و حکومتی است. اینها تدارکاتی رو برای انتقال دختران یا زنان تنفروش برای کشورهای عربی مهیا میکنن، مسیری که کماکان در تنش مسائل اخلاقی ایرانی قرار گرفته. زیاد در مورد این توصیف نمیخوام کنم، خودتون هم میدونید یکی از شکوایه‌های بزرگ این هست که بخشی از دختران ایرانی تحت کاروان تنفروشی در کشورهای عربی مورد مصرف این اعراب قرار میگیرن. اما چه کسی مسئول این هست؟ خود مسئولین حکومتی، کسانی که در این مسیر میخواهند از این فساد اجتماعی بهره دیگر ببرند. فاطمه نیز در این مسیر قرار میگیره، در جایگاه قرار میگیره که مسلماً در کاروان همراهی با سایر دختران میرود در کشور دبی و بعضی از مسائل رو مطرح میکنه، مسائلی که در واقع بنا به دستنوشته های خودش اشاره به اون کرده. ارتباط گروهی در مسئله جنسی. او می نویسد برای اولین بار بود که این مسئله رو تجربه می کرد و این تجربه تلخ برای همه زندگی او محسوب می شد. مسائلی که ارتباط جنسی گروهی رو برای اعراب مسلماً این نابخردان و حرامیان حکومتی در کشورهای عربی ایجاد می کنند. مسائل دیگه بهره برداری و نفوذ از اطلاعات کشورهای عربی، مسائلی که در واقع حکومت با توجه به سرمایه گذاری تن دختران ایرانی میخواهد زیربنایی برای پوشش اطلاعات خودش باشه. این هم یکی از مسائل و مضامینی است که فاطمه به اون اشاره میکنه. پرسش های مکرر و پرشماری که توسط مسئولین حکومتی و مقامات امنیتی از اون میشود به جهت ارتباط با اعراب و مسائل دیگه. نکته دیگه هم که در اینجا اشاره میکنه نقش مجریهای رسانه‌ای. باز هم فاطمه لب به شکایت می‌گشاید و مسائلی رو مطرح میکنه که نسبت به اعتبار دادن از سوی این رسانه هاست، رسانه هایی که شما در داخل آمریکا شاهد اون هستید و به طور ساعت و دقیقه اعلام به آن میکنند که فضای زیبایی در کشورهای عربی خلق شده به جهت سامانه اقتصاد و حتی سامانه تفریحی، تبلیغ فرهنگ و بسیاری از مضامین دیگر که اگر در یک سرشته ناپاک اجتماعی قرار بگیره میتونه شکل بهره برداری داشته باشه. پس یادمون باشه بخشی از این خسارت‌ها که از سوی این مضامین غلط به اصطلاح رسانه‌ای صورت میگیره برای ایجاد پردازش ناصحیح به جهت مصرف ارتباطی جنسی در کشورهای عربی باعث سقوط فرهنگ ایرانی میشه. سقوطی که شاید اعتبار و شایستگی زن ایرانی رو زیر سوال میبره. تا کی؟ تا به کی این خطاها تکرار خواهد شد و پرشمار خواهد شد؟ چه کسانی در پوشش ادبیات رسانه‌ای تحت نام زیباسازی اقتصاد، زیباسازی فرهنگ و بسیاری دیگر از این مسائل مسیر ترک خاک رو اتخاذ کردن. من یکی از این برنامه رو نگاه می‌کردم و آقای دکتری بود که در مورد بحث جراحی و زیبایی صحبت می‌کرد و دختر خانم باهاش تماس گرفت، گفت آقای دکتر هزینه چطور میشه؟ این شخص برگشت بهش گفت که حالا شما بیاین اونجا، ما با هم یه جوری حساب میکنیم. همین مسائل که یه جوری حساب میکنیم حسابایی است که شخصیت اجتماعی زنان رو زیر سوال میبره و خواهد برد. سقوط اجتماعی ایجاد میکنه، پلیدی فرهنگ ایجاد میکنه. خیلی باعث نگرانی است که ناموس ایرانی در نگاه زشت اعراب در ملعبه‌ای قرار بگیره، مورد بازی قرار بگیره و این یعنی خوش شدن رگ غیرت انسانی و ایرانی، که از مضامینی که شاید بسیاری چشم بر اون میپوشن. البته این حکایت تلخی نیست. ما در داخل تهران، در داخل ایران پدرانی رو داریم که سر سفره تنفروشی دختراشون میشینن. یه پدری
با قرص خودکشی میکنه. در نامه‌ای که در جیبش نوشته بود دیگر توان نشستن بر سفره‌ای که نمیدانم از کجا تامین میشه رو ندارم. دیگه نمیتونم ببینم دخترم هر روز لباسهای رنگی میپوشه، در حالی که میدانم و یقین به آن دارم که چه مسائلی در پشت این پرده اعتبار اقتصادی اون وجود داره. این یعنی بی‌حرمتی یک پدر در شریان اجتماعی، در شریان اقتصادی، یعنی روز شمار مرگ برای انسانیت، برای نابودی محتوای انسانیت. ما داریم در مورد حکومتی صحبت میکنیم. یک روز دوربیناتون رو ببریم به بهشت زهرا، ببینید چه تعداد پدران و مادران اونجا ایستادن به دنبال افراد ناشناس و دختران کشته شده میگردن که ببینن آیا دخترشون در بین این اجساد هست یا خیر. اینها همه سقوط فرهنگ و بی‌حرمتی است که برای نسل ایران ایجاد شده و فاطمه اینها رو تجربه کرد و دید. بازار مصرفی که در اونجا صورت میگیره. یکی از کسانی که در ارتباط مسائل تنفروشی، کمپین تنفروشی و کاروان تنفروشی در داخل کشورهای دبی داره، کشورهای عربی داره، پسر واعظ طبسی است، ناصر واعظ طبسی، مسئول باند مکاسب، شرکتی که شاید دستاورد اعتبار آستان قدس رضوی است. حالا از هم سبقت بگیرید به جهت پرداخت پول به ذریح امام هشتم، امام رضا، تا شاید این پولها مصرف خوشی‌های شبانه فرزندان این ملایان حکومتی قرار بگیره. همین شخص ناصر واعظ طبسی یکی از بزهکارترین افراد در توسعه بازار تنفروشی و نابودی فرهنگ اصیل ایرانی در کشورهای عربی است. و این در دامن ناپاکی مانند عباس واعظ طبسی، پدرش کلیددار امام هشتم شیعیان، قرار گرفته. اینها رو دقت بکنید، مبادا در سبقت حمایت از این حرامیان حکومت قرار بگیرید. حرامیانی که هیچ از شرافت اخلاقی نمیدانند و نمیخواهند به درک از این مسائل انسانی برسند. مشکل دیگه که در دبی قابل توصیف هست و در حال حاضر دامنگیر بخش کثیری از دختران ایرانی است که این معضل باعث بهره برداری از اونها میشه، باعث سوء استفاده از اونها میشه. پریود یا تاریخ اقامت در کشور عربی که تاریخ خاصی داره و از اون به بعد حضور در اون خاک جرم محسوب میشه. و چه بسیارند دختران ایرانی که در این سایه مجرمیت قرار دارند و با توجه به این که درگیر مسائل پلیسی نشن چه بهایی پرداخت میکنن، چه مسائل و چه مضامینی رو زیر پا میذارن، حرمت انسانی خودشون رو میشکنن در چارچوب و پناه اصولی غیر متعارف برای جدایی از خاک ایران که لعنت به شما که اینقدر خاک ایران رو ناامن کردید که یک زن و یک دختر ایرانی حتی با قبول بسیاری از پستی ها حاضر است در پناهندگی حضوری در یک کشور عربی باشه. لعن و نفرین بر شما. واقعا در بعضی از جایگاه ها آدم نمیتونه به قضاوت بنشینه، کلامو میبرم، نمیتونم ادامه بدم. بیش از این شخصیت انسانی این دخترها رو بخوام به اصطلاح در پرسشگری خودم قرار بدم. ببینید جور حکومت در داخل ایران چیست که این جور و عدم تحمل اون باعث کوچ اجباری اونها شده و تن دادن اونها به مسائلی شده که شاید بهره‌ای نیست برای اعتبار اون، برای توصیف اون. بعضی از نقاط ممنوع ادبیات منه و نمیتونم بیش از این در موردش صحبت کنم، چون خلاقیت در شاخصه تعریف این ضد ارزش ها رو ندارم و نخواهم داشت. بصیرت انسان تیره میشه، انسانیت انسان در خلأ حوادث اجتماعی قرار میگیره.
البته کسانی که در این سوی آبها هستند، بازیگران پرده نمایش تبلیغات کشورهای عربی، آنها نیست. مقصرین این حکایت مسمومند. آنها نیست در طرح و اعتبار دادن به این مسیر یا کاروان تنفروشی و بی‌حرمتی زنان ایرانی همگام حکومتند. فاطمه مانند بسیاری دیگر از دختران در دبی وقتی در تنگناه ارتباط پلیس قرار میگیره مجبور به ترک خاک دبی میشه و وارد ایران میشه. در ادامه داستان من عرض کردم نیامدم امروز چون حواشی بسیار گسترده این کتاب داره و مسلما مضامین بسیار خاصی رو در لابلای حوادث اون اشاره کردم که هر کدوم تجربه‌ای است از یک واقعیت تیره در مسیر اجتماع غلط، مسائلی که به قلم من هست ولی به بیان و حس دختری است که چون شما مسیری رو طی کرده. بعد از بازگشت فاطمه از دبی در مسیر دیگه قرار میگیره، در مسیری که شاید با آشنایی با یک مرد مورد سودجویی اقتصادی قرار میگیره و این پایان کار او میشه و هدایت دگر باره فاطمه به سوی زندان اوین، زندانی که این بار او در منجلابی قرار میگیره که در گذشته در اولین خاطرات از اون فاصله داشت، یعنی در دام مواد مخدر و تزریق و شروعی است برای نافرجامی زندگی فاطمه‌ای که شاید آغاز تولد او با حیات فاطمه عربی شروع شد و بعد از 23 سال مانند دختر پیامبر اسلام او نیز در یک گوشه در یک بیمارستان جان باخت و مانند هزاران دختر دیگه، هزاران زن و دختر گمنام دیگه در بهشت زهرا خاک سپاری شد. این کلیتش بود دیگه، توضیح دادم. حالا میتونید انگشت اتهامتون رو متوجه من بکنید، اما قبلش آنچه که در پشت این کتاب نگارش شده، فاطمه دیگر فاطمه نیست. همون فاطمه‌ای که دکتر علی شریعتی فریاد میزد فاطمه من کجاست؟ دکتر علی شریعتی که به عنوان یکی از ساختارهای ایدئولوژی انقلابی بحث مضامین فاطمه گرایی رو صحبت میکرد. ما داریم در مورد این فاطمه صحبت میکنیم. فاطمه تو فاطمه عربی بود که تو اونو نمیشناختی، ولی فاطمه من، فاطمه حکایت من، فاطمه ایرانی است که من اونو لمس کردم و براش اعتبار قائلم. فاطمه دیگر فاطمه نیست، زیرا که نمیدانم حقیقت نام فاطمه چیست و بر کدامین فاطمه حرمت است. فاطمه‌ای که همه حرمتش از اعتبار نام پیامبری است که در حقیقت زندگی او ابهام بسیار است، و یا آن دگر فاطمه که معنای تنفروشی را در مکتب آیینی آموخت که نامش را نمادی از قداست و پاکی زنان عالم دانسته و در خیال باطل به نیاز اهلش از خاک فاطمه‌ای که عربی است طلب معجزه و شفاعت می‌کنند. بازم دخیل ببندید، بازم سفره ابوالفضل پهن کنید، بازم نظر فاطمه زهرا بکنید، فاطمه‌ای که نمیشناسید ولی هزاران فاطمه از کنارتون میگذرن با ایشون بی‌تفاوتی، درک اونو ندارید که در سیمای مظلوم اونها نگاه بکنید و دریغا که نمیخواهند بدانند که هزاران پاکی و مهر در خاکی است که فاطمه تنفروش در آن آرمیده. حالا کدوم حرمت داره؟ به چی باید حرمت بذاریم؟ به خاک، به نام فاطمه‌ای که عربی است و نمیشناسید، مضامین زندگی اون را نمیدانید ولی دنبال شفاعت و معجزه از اون هستید، براش سفره پهن میکنید، خیابونها رو چراغانی میکنید، هر آنچه که او نمیخواهد میکنید براش و نمیداند و شاید در اعتبار اون نیست. و از کنار فاطمه ایرانی که بهای گزافی داده در مسیر زندگی خودش و با اینکه احساس همدردی دارید، احساس مشترک درد دارید، اونو نمیبینید. به اعتقاد من آنان که در حرمت خاک فاطمه عربی اشک میریزن، گریبان پاره میکنن، به سوگ مینشینن، خاک فاطمه تنفروش،
خاک فاطمه‌ای که ایرانی است و بیگناهی او همه گناه اوست حرمتی بیش داره و هزاران سجده پرقداست باید بر خاک چنین فاطمه‌ای گذاشت که نمادی از مظلومیت ایران است. پس این حکایت واقعی بشارتی است از اندازه مجازی فاطمه‌ای که شما آن رو نمیشناسید ولی بر حرمتش سجده میکنید و فاطمه‌ای که واقعیت درک اجتماع و واقعیت اجتماع ماست ولی چشم بر همه سختی‌های او میبندید و دردهای اون رو احساس نمی کنید. حتی مشترکات خودتون رو با اون فراموش می کنید. این طرح تحقیقی است، طرحی است که در چارچوب یک واقعیت مسیری ایجاد کرده که شاید نقطه‌ای برای تولد و بلوغ انسانی شود، شاید پایگاهی برای بیداری اصول انسانی در راستای مسائل زنان بشه. چقدر بیگانگی، چقدر دوری با بخشی از مسائل و سنت‌های غلط که به عنوان یکی از ریشه‌های فرهنگی در صلیب کردن جامعه ایرانی دخالت داره و کماکان ما در حرمت اون نیستیم. نابود باد همه آنها که در مسیر اعتبار دادن به معجز و شفاعت از سوی مسائلی که شاید اعتباری بر آن نیست به کرنش و به دعا میستن، در صورتی که بیش از هر چیز این افراد، چنین فاطمه‌ای، چنین مظلومین، چنین دختران بیگناه، چنین کسانی که در دام تاریکی حکومت و مسمومیت‌های فرهنگی حکومت قرار گرفتند، میبایست در توسعه دعا و حتی اعتبار نگاه شما قرار بگیرند. آنچه گفتم شاید از دیدگاه شما اعتباری بر اصول و ضوابط ایدئولوژی من نباشه، ولی این رو یادمون باشه واقعیتی است که غیر قابل انکار هست و مسلماً روزگاری فرا خواهد رسید که هزاران حرمت و کرنش ایرانیان بر خاک چنین دختران پاک کنند که این معنای قداست و پاکی ایرانی است. چون همیشه به پایان رسید خواهم گفت چو ایران نباشد تن من.